مجموعه داستان‌های کوتاه. این قسمت درخت جادویی. مسافری خسته که از راهی دور می آمد به درختی رسید و تصمیم گرفت در سایه آن قدری استراحت کند. غافل از اینکه آن درخت جادویی بود، درختی که می توانست آنچه بر دلش می گذرد برآورده سازد. وقتی مسافر روی زمین سخت نشست با خودش فکر کرد که چه خوب می شد اگر تخت خوابی نرم در آنجا بود و او می توانست قدری روی آن بیارامد. فوراً تختی که آرزویش را کرده بود در کنارش پدیدار شد. مسافر با خود گفت چقدر گرسنه هستم، کاش غذای لذیذی داشتم. ناگهان میزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذیر در برابرش آشکار شد. پس مرد با خوشحالی خورد و نوشید. بعد از سیر شدن کمی سرش گیج رفت و پلک‌هایش به خاطر خستگی و غذایی که خورده بود سنگین شدند. خودش را روی تخت رها کرد و در حالی که به اتفاقهای شگفت‌انگیز آن روز عجیب فکر می‌کرد با خودش گفت قدری می‌خوابم، ولی اگر یک ببر گرسنه از اینجا بگذرد چه؟ و ناگهان ببری ظاهر شد و او را درید. نتیجه اخلاقی: هر یک از ما در درون خود درختی جادویی داریم که منتظر سفارش‌هایی از جانب ماست، ولی باید حواسمان باشد، چون این درخت افکار منفی، ترس‌ها و نگرانی‌ها را نیز تحقق می‌بخشد. بنابراین مراقب آنچه به آن می‌اندیشید باشید. مجموعه داستان‌های کوتاه. این قسمت قانون بیمارستان. پیرمردی در حالی که کودکی زخمی و خونالود را در آغوش داشت با سرعت وارد بیمارستان شد و به پرستار گفت خواهش میکنم به داد این بچه برسید. ماشین بهش زده و فرار کرده. پرستار گفت این بچه نیاز به عمل داره، باید زود پولش رو قبل از بستری و عمل پرداخت کنید. پیرمرد گفت اما من پولی ندارم. حتی پدر و مادر این بچه رو هم نمیشناسم. خواهش میکنم عملش کنید. من پول تا شب فراهم میکنم و براتون میارم. پرستار گفت با دکتری که قراره بچه رو عمل کنه صحبت کنید. اما دکتر بدون اینکه به کودک نگاهی بندازه گفت این قانون بیمارستانه. اول پول، بعد عمل. باید پول قبل از عمل پرداخت بشه. صبح روز بعد همون دکتر سر مزار دختر کوچیکش ماتش برده بود و به دیروز میاندیشید. نتیجه اخلاقی این که واقعا پول اینقدر با ارزشه؟ مجموعه داستان‌های کوتاه. این داستان پدر شیطان. امروز ظهر شیطان را دیدم. نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمی داشت. گفتم ظهر شده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روز خود را بی تو گذراندند. شیطان گفت خود را بازنشسته کردم پیش از موعد. گفتم به راه عدل و انصاف بازگشته ای یا سنگ بندگی خدا را به سینه میزنی؟ گفت من دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم. دیدم انسان‌ها آنچه را من شبانه به 10 وسوسه پنهانی انجام می‌دادم روزانه به 100 دسیسه آشکارا انجام می‌دهند. اینان را به شیطان چه نیاز است؟ شیطان در حالی که بساط خود را بر می‌چید تا در کناری آرام بخوابد زیر لب گفت آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمیدانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت تا کجا میتواند فرا رود. وگرنه در برابر آدم به سجده میرفتم و میگفتم که همانا تو خود پدر منی. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان عشق سگ. سالها پیش مدتی را در جای بیابانگونه به سر بردم.
عزیزی 4 دیواری خود را در آن بیابان در اختیار من قرار داد. یک محوطه بزرگ با یک سرپناه و یک سگ. سگ پیر و قوی هیکلی که برای بودن در آن محیط خلوت و ناامن دوست مناسبی به نظر می رسید. ما مدتی با هم بودیم و من بخشی از غذای خود را با او سهیم می شدم و او مرا از دزدان شب محافظت می کرد. تا روزی که آن سگ بیمار شد. به دلیل نامعلومی بدن او زخم بزرگی برداشت و هر روز عود کرد تا کرم برداشت. دامپزشک درمان او را بی اثر دانست و گفت که نگهداری او بسیار خطرناک است و باید کشته شود. صاحب سگ نتوانست این کار را بکند. از من خواست که او را از ملک بیرون کنم تا خود در بیابان بمیرد. من او را بیرون کردم. ابتدا مقاومت می‌کرد ولی وقتی دید مصر هستم رفت و هیچ نشانی از خود باقی نگذاشت. هرگز او را ندیدم تا اینکه روزی برگشت. از سوراخی مخفی وارد شده بود که راه اختصاصی او بود. بدون آن زخم وحشتناک. او زنده مانده بود و برخلاف همه قواعد علمی هیچ اثری از آن زخم باقی نمانده بود. نمیدانم چه کار کرده بود یا غذا از کجا تهیه کرده بود. اما فهمیده بود که چرا باید آنجا را ترک می کرده و اکنون که دیگر بیمار نبود و خطرناک بازگشته بود. در آن نزدیکی 4 دیواری دیگری بود که نگهبانی داشت و چند روز بعد از بازگشت سگ آن نگهبان را ملاقات کردم و او چیزی به من گفت که تا عمق وجودم را لرزاند. او گفت که سگ در آن اوقاتی که بیرون شده بود هر شب می آمده پشت در و تا صبح نگهبانی می داده و صبح پیش از اینکه کسی متوجه حضورش بشود از آنجا می رفته. هر شب. من نتوانستم از سکوت آن بیابان چیزی بیاموزم، اما عشق و قدر شناسی آن سگ و بیکرانگی قلبش مرا در خود خرد کرد و فرو ریخت. او همیشه از اساتید من خواهد بود. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان عشق دختر. دکتر اس. وایر میشل متخصص برجسته اعصاب در فیلادلفیا در یک غروب زمستانی بعد از کار روزانه بر روی صندلی به خواب رفته بود که با صدای زنگ در بیدار شد و دید که دختر لاغری که از سرما می‌لرزد تقاضا دارد که مادرش را معاینه و معالجه کند. او توضیح داد که حال مادرش وخیم است. دختر کفش‌های فرسوده به پا و شال نخنمایی به دور گردنش پیچیده بود. دکتر به دنبال او در خیابان‌های پوشیده از برف محلات قدیمی روانه شد. از پله‌های عمارت قدیمی بالا رفتند. در طبقه بالا دکتر زنی مریض را دید که سابقاً پیش خدمت خانه او بود. او بیماری زن را سینه پهلو تشخیص داد و داروهای لازم را تجویز کرد و دارویی نیز به او خوراند که حال زن را بهتر کرد. سپس به او برای داشتن چنان دختر وظیفه شناسی تبریک گفت. زن پیر با کمال تعجب گفت که دخترش ماه‌ها قبل مرده و کفش‌ها و شال او در گنج است. دکتر نگاه کرد و همان شال و کفش‌ها را دید که بر تن دختری بود که او را به اینجا آورده بود. اما هر دوی آنها خشک بودند و نمی‌توانست در آن شب برفی مورد استفاده قرار گرفته باشد. تحقیقات نشان داد که آن دختر به راستی سالها قبل مرده و دکتر وایر میچل شاهد واقعی ماوراء طبیعه بوده است. هرچند که خیلی ها معتقدند که این فقط میتونه حاصل عشق حقیقی دختر به مادرش باشه. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان شرط عشق. دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبت‌هایش از درد چشم خود نالید. بیماری زن
شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش میرفت و از درد چشم مینالید. موعد عروسی فرا رسید. زن نگران از صورت خود که آبله آن را از شکل انداخته بود و شوهر هم که کور شده بود. همه مردم میگفتند چه خوب، عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد. 2 سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت. مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. همه تعجب کردند. مرد گفت من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان ایمیل. مردی برای سمت آبدارچی در شرکت مایکروسافت تقاضا داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه‌ای نمود و تمیز کردن زمینش رو به عنوان نمونه کار دید و گفت شما استخدام شدید. آدرس ایمیلتون رو بدین تا فرم‌های مربوطه رو واسهتون بفرستم تا پر کنید. و همینطور تاریخی رو که باید شروع به کار کنید. مرد جواب داد اما من کامپیوتر ندارم. ایمیل هم ندارم. رئیس هیئت مدیره گفت متاسفم. اگه ایمیل ندارید یعنی شما وجود خارجی ندارید و کسی که وجود خارجی نداره شغل هم نمیتونه داشته باشه. مرد در کمال نومیدی اونجا رو ترک کرد. نمیدونست با تنها $10 که در جیبش داشت چه کار کنه. تصمیم گرفت به سوپرمارکتی بره و یه صندوق 10 کیلویی گوجه فرنگی بخره. بعد خونه به خونه گشت و گوجه فرنگی ها رو فروخت. در کمتر از 2 ساعت تونست سرمایه‌اش رو 2 برابر کنه. این عمل رو 3 بار تکرار کرد و با $60 به خونه برگشت. مرد فهمید میتونه به این طریق زندگیش رو بگذرونه و شروع کرد به اینکه هر روز زودتر بره و دیرتر برگرده. در نتیجه پولش هر روز 2 یا 3 برابر میشد. به زودی گاری خرید، بعد یک کامیون و به زودی ناوگان خودش رو در خط ترانزیت راه اندازی کرد. 5 سال بعد مرد دیگه یکی از بزرگترین خرده فروشان امریکا بود و شروع کرد تا برای آینده خانواده‌اش برنامه ریزی کنه و تصمیم گرفت بیمه عمر بگیره. به یه نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی رو انتخاب کرد. وقتی صحبتشون به نتیجه رسید، نماینده بیمه از آدرس ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد من ایمیل ندارم. نماینده بیمه با کنجکاوی پرسید شما ایمیل ندارید؟ ولی با این حال تونستید یک امپراتوری در شغل خودتون به وجود بیارین. میتونین فکر کنید به کجاها میرسیدین اگه یه ایمیل هم داشتید؟ مرد برای مدتی فکر کرد و گفت آره، احتمالا میشدم یه آبدارچی در شرکت مایکروسافت. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان قاطر و کشاورز. مردی کشاورزی یک زن نقنقو داشت که از صبح تا شب در مورد هر چیزی شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه شخم میزد. یه روز وقتی که همسرش براش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر رو به زیر سایه‌ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نقنقو مثل همیشه شکایت رو آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر 2 پای عقبی لگدی به پشت سر زن زد و زن در دم کشته شد. در مراسم تشییع جنازه چند روز بعد کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت یک زن عزادار برای تسلیت‌گویی به مرد کشاورز نزدیک میشد، مرد گوش میداد و به نشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین میکرد. اما هنگامی که یک مرد عزادار به او نزدیک میشد، او بعد از 1 دقیقه گوش کردن سر خود را به نشانه مخالفت تکان میداد. پس از مراسم تدفین کشیش از کشاورز قضیه را پرسید. کشاورز گفت
خب این زنان می آمدند چیز خوبی در مورد همسر من می گفتند که چقدر خوب بود یا چقدر خوشگل یا خوش لباس بود. بنابراین من هم تصدیق می کردم. کشیش پرسید مردها چه می گفتند؟ کشاورز گفت آنها می خواستند بدانند که آیا قاتل را حاضرم بفروشم یا نه. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان طناب کوهنورد. کوهنوردی می‌خواست به قله‌ای بلند صعود کند. پس از سالها تمرین آمادگی سفرش را آغاز کرد. به صعودش ادامه داد تا اینکه هوا کاملا تاریک شد. به جز تاریکی هیچ چیز دیده نمی‌شد. سیاهی شب همه جا را پوشانده بود و مرد نمی‌توانست چیزی ببیند. حتی ماه و ستاره ها پشت انبوهی از ابر پنهان شده بودند. کوهنورد همچنان که بالا می رفت، در حالی که چیز به فتح قله نمانده بود، پایش لیز خورد و با سرعت هرچه تمامتر سقوط کرد. سقوط همچنان ادامه داشت و او در آن لحظات سرشار از هراس تمامی خاطرات خوب و بد زندگیش را به یاد آورد. داشت فکر میکرد چقدر به مرگ نزدیک شده که ناگهان دنباله طنابی که به دور کمرش حلقه خورده بود بین شاخه های درختی در شیب کوه گیر کرد و مانع از سقوط کاملش شد. در آن لحظات سنگین سکوت که هیچ امیدی نداشت از ته دل فریاد زد خدایا کمکم کن. ندایی از دل آسمان پاسخ داد از من چه میخواهی؟ گفت نجاتم بده ای خدای من. آیا به من ایمان داری؟ گفت آری، همیشه به تو ایمان داشتم. پس آن طناب دور کمرت را پاره کن. کوهنورد وحشت کرد. پاره شدن طناب یعنی سقوط بی تردید از فراز صدها متر ارتفاع. گفت خدایا نمیتوانم. خدا گفت آیا به گفته من ایمان نداری؟ کوهنورد گفت خدایا نمیتوانم. روز بعد گروه نجات گزارش داد که جسد منجمد شده یک کوهنورد در حالی پیدا شده که طنابی به دور کمرش حلقه شده بود و تنها 2 متر با زمین فاصله داشت. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان انعکاس زندگی. پدر و پسری داشتند در کوه قدم می‌زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد. به زمین افتاد و داد کشید آی. صدایی از دوردست آمد آی. پسرک با کنجکاوی فریاد زد کی هستی؟ پاسخ شنید کی هستی؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد ترسو. باز پاسخ شنید ترسو. پسرک با تعجب از پدرش پرسید چه خبر است؟ پدر لبخندی زد و گفت پسرم خوب توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد تو یک قهرمان هستی. صدا پاسخ داد تو یک قهرمان هستی. پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد مردم میگویند که این انعکاس کوه است، ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی زندگی عیناً به تو جواب می‌دهد. اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت به وجود می‌آید و اگر به دنبال موفقیت باشی آن را حتماً به دست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان سنگ و شن. 2 دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر
این دو سر موضوع کوچکی بحث می کنند و کار به جایی می رسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست می دهد و سیلی محکمی به صورت دیگری می زند. دوست دوم که از شدت ضربه و درد سیلی شوکه شده بود، بدون اینکه حرفی بزند روی شنهای بیابان نوشت: امروز بهترین دوست زندگیم سیلی محکمی به صورتم زد. آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه‌ای رسیدند. تصمیم گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای کویر خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند. همچنان که مشغول شنا بودند، ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود حس کرد گرفتار باتلاق شده و گلولای وی را به سمت پایین می کشد. شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با 1000 زحمت از آن مخمصه نجات داد. مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید، فوری مشغول شد و روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد: امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ قطعی نجات داد. دوستی که او را نجات داده بود، وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک کردن این مطلب دید، با شگفتی پرسید: وقتی به تو سیلی زدم روی شن نوشتی و حالا که تو را نجات دادم روی سنگ حک می‌کنی؟ مرد پاسخ داد: وقتی دوستی تو را آزار می‌دهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاک شود. ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آن را در سنگ حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف وی بدانی. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان پیکنیک لاک‌پشت‌ها. روزی خانواده لاک‌پشت‌ها تصمیم گرفتن که به گردش بروند. از اونجایی که لاک‌پشت‌ها به صورت طبیعی در همه موارد آهسته عمل می‌کنن، 7 سال طول کشید تا برای سفرشون آماده بشن. در نهایت خانواده لاک‌پشت خونه رو برای پیدا کردن یه جای مناسب ترک کردن. در سال دوم سفرشون بالاخره پیداش کردن. برای مدتی حدود 6 ماه محوطه رو تمیز کردن و سبد پیکنیک رو باز کردن و مقدمات رو آماده کردن. بعد فهمیدند که نمک نیاوردن. گردش و پیکنیک بدون نمک یه فاجعه بود و همه اونها با این مورد موافق بودن. بعد از یه بحث طولانی جوانترین لاک‌پشت برای آوردن نمک از خونه انتخاب شد. لاک‌پشت کوچولو ناله کرد، جیغ کشید و توی لاکش کلی بالا پایین پرید. او سریع‌ترین لاک‌پشت بین لاک‌پشت‌های کند بود. بالاخره قبول کرد که به یه شرط بره، اینکه هیچ کس تا وقتی اون برنگشته چیزی نخوره. خانواده قبول کردن و لاک‌پشت کوچولو به راه افتاد. 3 سال گذشت و لاک‌پشت کوچولو بر نگشت. 5-6 سال گذشت. در سال 7 غیبت او پیرترین لاک‌پشت دیگه نمیتونست به گرسنگی ادامه بده. اون اعلام کرد که قصد داره غذا بخوره و شروع به باز کردن یه ساندویچ کرد. در این هنگام لاک‌پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان از پشت درخت بیرون پرید و گفت: دیدید، میدونستم که منتظر نمیمونین. منم حالا نمیرم نمک بیارم. نتیجه اخلاقی: بعضی از ماها زندگیمون صرف انتظار کشیدن برای این میشه که دیگران به تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنن. اونقدر نگران کارهایی که دیگران انجام میدن هستیم که خودمون عملاً هیچ کاری انجام نمیدیم. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان معنی دوم عشق. روزی یکی از خانه‌های دهکده آتش گرفته بود. زن جوانی همراه شوهر و 2 فرزندش در آتش گرفتار شده بودند.
شیوانا و بقیه اهالی برای کمک به خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند. وقتی به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخاستند، شیوانا متوجه جوانی شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زنی هستم که در آتش گیر افتاده. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک و صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می‌کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده. شیوانا پوزخندی زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده. عشق پاک همیشه پاک میمونه، حتی اگه معشوق چهره عاشق و به لجن بماله و هزاران بیمهری در حقش روا سازد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل غریبه به خرج میدن. اونا ساکنین منزل رو نمیشناسن، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترن. برخیز و یا با آنها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغیت بردار و از این منطقه دور شو. اشک بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را خیس کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا نیز جرأت یافتند و خود را خیس کردند و به داخل آتش پریدند و ساکنین کلبه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به در مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست تا او را به شاگردی بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس دهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسمی کرد و خطاب به بقیه شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان موجود کوچک با عشقی بزرگ. داستانی که در زیر نقل می شود یک داستان کاملا واقعی است که در ژاپن اتفاق افتاده است. شخصی مشغول تخریب دیوار قدیمی خانه‌اش بود تا آن را نوسازی کند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پیش فرو رفته بود. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد خیلی تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. اما به راستی چه اتفاقی افتاده بود که در یک قسمت تاریک آن هم بدون کوچکترین حرکت یک مارمولک توانسته به مدت 4 سال در چنین موقعیتی زنده بماند؟ چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد. در این مدت چه کار می‌کرده؟ چگونه و چه می‌خورده؟ همانطور که به مارمولک نگاه می‌کرد، یک دفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت. واقعاً که چه عشق قشنگی. یک موجود کوچک با عشقی بزرگ. عشقی که برای زیستن و ادامه حیات حتی در مقابله با مرگ هم نوعش او را دچار هیچ گونه کوتاهی نکرده بود. نتیجه اخلاقی. وقتی موجودی به این کوچکی بتونه عشقی به این بزرگی داشته باشه، پس تصور کنید ما تا چه حد میتونیم عاشق همدیگه باشیم و شاید هم باید پایبندی رو از این موجود درس بگیریم. البته اگه سعی کنیم خیلی بهتر از اینها میتونیم، چرا که باید به خود آییم و بخواهیم و بدانیم که انسان باشیم.
مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان هویج، تخم مرغ و قهوه. دختری از سختی‌های زندگی به پدرش گله می‌کرد. از زندگی خسته شده بود و نمی‌دانست چه کند. بلافاصله پس از اینکه یک مشکل را حل شده می‌دید، مشکل دیگری سر راهش آشکار می‌شد و قصد داشت خود را تسلیم زندگی کند. پدر که آشپز ماهری بود، او را به آشپزخانه برد. 3 قابلمه را پر از آب کرد و آنها را جوشاند. سپس در اولی تعدادی هویج، در دومی تعدادی تخم مرغ و در دیگری مقداری قهوه قرار داد. و بدون اینکه حرفی بزند، چند دقیقه‌ای منتظر ماند. دختر هم تعجب کرد و بی‌صبرانه منتظر بود. تقریباً بعد از 20 دقیقه پدر اجاق گاز را خاموش کرد. هویج‌ها و تخم مرغ‌ها را در کاسه گذاشت و قهوه را در فنجانی ریخت. سپس رو به دختر کرد و پرسید: عزیزم، چه می‌بینی؟ دختر هم در پاسخ گفت: هویج، تخم مرغ و قهوه. پدر از دختر خواست هر کدام از آنها را لمس کند. هویج‌ها نرم و لطیف بودند و تخم مرغ‌ها پس از شکستن و پوست کندن سخت شده بودند. در آخر پدر از او خواست قهوه را ببوید. دختر دلیل این کار را سوال کرد و پاسخ شنید: دخترم، هر کدام از آنها در شرایط ناگوار و یکسانی در آب جوش قرار گرفتند، ولی از خود رفتارهای متفاوتی بروز دادند. هویج‌های سخت و محکم ضعیف و نرم شدند. پوسته‌های نازک و مایع درون تخم مرغ‌ها سخت شدند. ولی دانه‌های قهوه توانستند ماهیت آب را تغییر دهند. سپس پدر از دخترش پرسید: حالا تو دخترم، وقتی در زندگی با مشکلی مواجه می‌شوی مثل کدام یک رفتار می‌کنی؟ هویج، تخم مرغ یا قهوه؟ مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده. این داستان دسته. روزی در یک دهکده کوچک، معلم مدرسه از دانش آموزان سال اول خود خواست تا تصویری از چیزی که نسبت به آن قدردان هستند نقاشی کنند. او با خود فکر کرد که این بچه‌های فقیر حتما تصاویر بوقلمون و میز پر از غذا را نقاشی خواهند کرد. ولی وقتی داگلاس نقاشی ساده کودکانه خود را تحویل داد، معلم شوکه شد. او تصویر یک دست را کشیده بود، ولی این دست چه کسی بود؟ بچه‌های کلاس هم مانند معلم از این نقاشی مبهم تعجب کردند. یکی از بچه‌ها گفت: من فکر می‌کنم این دست خداست که به ما غذا می‌رساند. یکی دیگر گفت: شاید این دست کشاورزی است که گندم می‌کارد و بوقلمون‌ها را پرورش می‌دهد. هر کس نظری می‌داد تا اینکه معلم بالای سر داگلاس رفت و از او پرسید: این دست چه کسی است داگلاس؟ داگلاس در حالی که خجالت می‌کشید آهسته جواب داد: خانم معلم، این دست شماست. معلم به یاد آورد از وقتی داگلاس پدر و مادرش را از دست داده بود به بهانه‌های مختلف نزد او می اومد تا خانم معلم دست نوازشی بر سر او بکشه. نتیجه اخلاقی. شما چطور؟ آیا تا به حال بر سر کودکی یتیم دست نوازش کشیده اید؟